بسیاری کسا شراب میخورن در قوطیگک ها برش انداختن به نام مقوی و انرژی و مفرح و چطور شراب خوردن میره یک وقت در روز قیامت یک 500 خمرستان طویل است، 500 قوطی خورده باشه، یک وقت ببینید 5 کیلو شراب خورده، اما خبر نداره که ما شراب خوردیم. حتی ما قوطی را که نوشابه را میخوریم امور سعی کنه اونجا نوشته کرده که اینی 1% شراب داره، اینی 2% شراب داره، الکل داره. بسیاری که از مرغای حرام میخورد امی لب سرک میره، مرغای یخزدگی از خارج میاره، یک شرکت کافری رو تولید کرده، نه ذبح کرده نه کشته. الله متعال میگه ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، در چیزی که نام الله گرفته نشده باشه رو نخورین. یا قرار ده هتل میرن خورده میرن، ماشاءالله بسیاری تان خوردین هم نوش جانتان، همین یخزدگی یا ارزان هم میته، پیسه اقتصادی هم است. فهمیدین؟ در هتل که بری پرسان که همین مرغ چطور است، دروغگویش باز میگه نه خود ما کشتیم، بازوش که راست میگه نه بابا این پروداکت دم پرسش هست، پروداکت همین قوطی کلان سعی کنیم پروداکت دین برزیل، از برزیل میاد. برزیل که پرسان کنیم که شما کلمه رو یاد داریم، کلمه چیست؟ الله اکبر کی گفته؟ ما به طریقه خود که برق میکشیمش یا هر قسم که دل ما شد مرغ اول پوست میکنن باز کلیشه میکنن. حالا گوشتای گاو هم قسم از گوشتای حتی از یک قصاب پرسان کردم که فیلمیل روی بازار بسیاری از چیزا خارجی هست، گوشت گاو است. در اینترنت سرچ کنین اینا رو که شما سعی کنین بعضی اوقات ببینید در کشورهای خارجی. یک فیلم سعی کردم که خارجی اول گاو برق میتن، باز که خوب مردار شد باز پوستش میکنن، باز در آخر کلیش چی میکنن؟ جدا میکنن. ما شما خورده میریم. این فقه واقعی میگن دشمن خدا بشناسیم، سلاح دشمن بشناسیم، مکر دشمن بشناسیم، برنامه‌های دشمن بشناسیم، اقتصاد دشمن بشناسیم، عقیده دشمن بشناسیم. اینی گپا هست که این فقه چی میگن؟ واقعی.